در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه 90 ناحیه عینی ساختمان بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 به نام کمال خوجندی با مرام ادامه دارد. انشاءات مذکور با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت بنیاد گردیده. پودرچی آن جمعیت دارای مسئولیتش محدود اصل می باشد. برای ساختمان بنا زیاده از 4 میلیون و 315 هزار سامانی روانه گردیده است. بینای نوی تعلیمی از 16 صنفخانه و اتاقهای کاری عبارت بوده. برای 640 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. عین حال بیش از 70% کارهای ساختمانی به انجام رسیده. ساختمانچیان تلاش دارند انشاءات را در مهلت معین شده در عرفه تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار دهند. در زمان صاحب استقلالی کشورمان صدها بناهای نوی مؤسسه‌های تعلیمی بنا یافته، مبلغ گذاری به ساحه معارف روز تا روز افزون شده ایستاده است. بینای نوی مؤسسه با اقدامات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و دستگیری رئیس ولایت سوق حالا در عرفه انجام یابی است. قابل ذکر است که بینای پیشینه مؤسسه هنوز سالهای 70 عصر گذشته ساخته شده، امروز در حالت صدمه‌ای قرار دارد. علاوه بر این نارسایی جای نشست نیز یکی از مشکلات اساسی مؤسسه به شمار می‌رفت. بینای نوی تعلیمی امکان فراهم می‌آورد که خوانندگان در شرایط معاصر و جوابگو به طلبات زمان به تحصیل فرا گرفته شوند. من منتداری خودم و منتداری اهل آموزگاران را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم. آموزگاران وعده میدیم که جواباً به غمخوری‌های حکومت مملکت خوانندگان را در روحیه وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی، افتخار ملی تربیت نماییم تا که آنها در آینده برای شکوفایی تاجیکستان عزیزمان سهم ارزنده خود را گذارند. طبق نقشه از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، ساختمان آشخانه، مجلسگاه و میدان ورزشی نیز در نظر داشته شده است که برای بهتر گردیدن شرایط تعلیم و تربیت خوانندگان مساعدت خواهد کرد. با به استفاده دادن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 در دهه 90 خوانندگان این دهه دوردست با شرایط خوبی تعلیم و تربیت فرا گرفته شده از شرایط‌های زمان معاصر برخوردار می‌گردند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان برای ما شهروندان دهه 90 یک تحفه قیمت بهاترین به حساب رفته و جواباً به این تحفه ما باید هر یک شهروند سهمگذار باشیم. قابل ذکر است که خوانندگان دهه 90 در آزمون‌های سطح بلند جمهوریوی فروغ سوپ دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من، شاهنامه‌خوانی، آزمون‌های ولایتی و جمهوریوی و داخلی مکتبی، شعردانی، معرفت شناسی، وطن دوستی، ایجاد شعر و حکایه و رسامی فعالانه اشتراک می‌نمایند که بیشک چنین کودکان و نورسان خویشتن‌شناس و وطن دوست به وای می‌رسند. من در آزمون جمهوریوی فروغ سوپ دانایی کتاب است در نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نمودم. من زیاده از 100 تا کتاب خواندم، زیاده از 100 تا شعر اذیاد کردم، زیاده از لطیفه و افسانه ها از خود نموده ام. از روی نامیناسیون ادبیات کلاسیک تاجیک در آزمون جمهوریوی فروغ سوپ دانایی کتاب است اشتراک می نمایم. 100 تا غزل، زیاده از 1000 مصرع از خود کردم. من میخواهم بار دیگر در آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است اشتراک نمایم و سزاوار جایهای اول گردم. در برابر این ساکنان دهه نیز در کارهای آبادانی سهم نظررس گذاشته با تشبث خود برای یک محل زیاده از 2 کیلومتر قبورهای آبی نوشاکی کشیدند. این اقدام برای بهتر نمودن تامینات اهالی با آب تازه آشامیدنی مساعدت نموده نشانه همبستگی و سهمگذاری ساکنان در رشد محل ارزیابی می‌گردد. در پرتو سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کارهای سازندگی آبادانی در دهه 90 با مراهم ادامه دارد. از جمله با اقدام ساکنان دهه در مسافه 2 کیلومتر خط آبی نوشاکی گذرانده شد. ما ساکنان دهه من بعد نیز برای آبادانی دهه خود و تاجیکستان عزیز کوشش بیشتر خواهیم کرد. ساکنان چنین کارهای سازندگی را ثمره سیاست بنیادکارانه دولت و حکومت خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان معنی داد نموده از توجه بر رشد ساحه معارف و بهداشت انفراساختار دهه اظهار منتداری میکنند.
زین العابدین سلام‌الدین، مظفر صابری، ناحیه عینی اخبار.